بریم آقا چه خبر؟ چی داریم می‌بینیم؟ من یه سری مطالب علمی آماده کرده بودم برای چوسی. بله آره. بعد میخواستم بیام. سلام من امینم. سلام منم ایمانم. آره اینم ایمانه. ما هم با پادکست آنسرتینتی اینجاییم. خیلی محتوای اسپسیفیکی نداره. یه سری مسئله هست، یه سری سواله. اصولا تو نیمه شبای تلخی که میشینیم دم پنجره نگاه میکنیم مردمو چای میخوریم. آره این سوالات شکل میگیره تو ما. مثلا پول بهتره یا چی مثلا. بعد یهو تصمیم گرفتیم که بگیم دیگه ما که داریم میشنویم خودمون تراوشات ذهنی رو بگیم. آره دیگه خیلی سعی کردم فاخر باشم، مثلا یکم جنبه ساینتیفیک داشته باشم بهش. ما جفتمون بیولوژیستیم مثلا، یعنی هنوز نه ولی تو پیرو این مسیریم. یکم نگاهمون متفاوته، یکم که نه. این پشتم بچه‌ها هستن، اونا خیلی نگاهشون بچه‌ها یه سلام بدین عشق کنیم. سلام بدید. می‌بینید چقدر پر انرژی. خب بفهم. ساعت الان 11:40 فردا لب میتینگ دارم. منم ارائه دارم. اوکی ردیفه آقا به چه قیمت؟ واقعا برای مهاجرت رو میگی؟ نه معلوم نکن که میدونی سوال. بچه‌ها به ما الان میگفتی چی به چه قیمت؟ چی به چه قیمت مهندس؟ آفرین. ببین نکته اینه که بچه‌ها نمیدونن ما مهاجریم. واسه در ما اسپانسرهای مختلفی داریم. یکی CX برندمون اینم برند نون توست پروتئین زیاد داره. در هر 100 گرمش هم پروتئین نداره 11 گرم. ما فعلا ترکیب تکرار کردم محصول جدیدشو. آره اپل هم اسپانسرش می‌کنه. چی؟ نون هم بریم آقا بریم ببخشید. چه قیمت مهندس؟ اول یه اینتروداکشن بریم. بفهم. این ما الان 3 سال مهاجریم. خب یعنی تو سال سومیم، میلانیم. الان میلانیم، یعنی فردا که میلانیم. یه فعلا میلانیم ولی معلوم نیست بعدش کجا باشیم. بعد به چه قیمت مهاجرت؟ من واقعا برام سواله. یعنی یه نفر مثلا داره میگه، آدم رندوم داره میبینه، به چه قیمت مهاجرت کنه؟ میارزه نمیارزه؟ حاجی من به نظرم برخلاف بقیه مهاجرا میارزه. یعنی مثلا دیدی فاز چسناله میام اکثر آقا چیکار کنی فلان. خب چیز یارو اگه چیز بود خب مهاجرت نمی‌کردی. اون میارزه که مهاجرت می‌کنی دیگه. می‌دونی من به نظرم میارزه. نمیارزه نه؟ نمیارزه. همین دیدگاه متفاوت از همینجا شروع میشه. یکم بستش بده. ببین مثلا میگم مهاجرت برای مثلا خب دو قش خیلی تخمیه. ببخشید بده. خیلی بده. قرار فوشو ما ندیم بچه پشت صحنه بدم. من سعی می‌کنم سانسور کنم ولی ادیتور نداره. اوکی بچه‌ی تدوین و حله. آره بچه‌ها لایو هم اگه بوق اومدیم بیاین اوکی. ببین مثلا مهاجرت برای دو گروه بده. یک آقا طرف مثلا یا خیلی پول داره طوری که مثلا وجهت شخصیش میتونه بره این ور اون ور اینا، یا برای یه کسی که خیلی نداره. برای اون وسطا به نظر من خوبه. ما طرف یه موقعیتی پیدا می‌کنه میره. ولی خب از اون قضا که هر چیزی هم یه کاستی داره، تو هر کاری یه کاستایی هم برای آدم میفته. حالا این کاسته بستگی به شخص پرسونالایز میشه. ببین من جدی واقعا برام این یکی از بزرگترین سوالای من در مواجهه با آدمای مختلفه که وقتی من ازش میپرسم حال کردی با مهاجرت یا نه، جوابایی که میدن بسته به این پلنی بوده که داشتن. که یعنی طرف مثلا هدفش از مهاجرت چی بود؟ مثلا چرا مهاجرت کرد؟ بعد این سوالی که مطرح میشه وابسته به این سواله توی تایملاین‌های متفاوت طرف جوابش عوض میشه. یعنی مثلا چه میدونم من خودم شخصا برای رفاه مهاجرت نکردم حداقل. یعنی اینجوری نبود ذهنیتم که من بخوام مهاجرت کنم بلافاصله وقتی میرسم به مقصده اینجوری باشه که ایول دیگه زندگی مثلا ردیفه و اوکیه و فردا مثلا زندگی پرشور و شوق و فلان. من 3 سال تقریبا گذشته، 2 سال و نیم گذشته، هنوز که هنوزه به نظرم لایف استایل اینجام 1/10 لایف استایل ایرانم خوش بهم نمیگذره، اصلا هم حال نمیده. ولی پیشو به تنت میمالی میگه اوکی. ببین پیشو به تنت میمالی که فیک نه. ببین آخه نکته میدونی چیه؟ من ته مسیری که مثلا یعنی ته که نه اولین چک پوینتی که برای خودم در نظر گرفتم وقتی که مثلا استارت پی اچ دی رو زدم. تا قبل از اون که استارت پی اچ دی رو نزدم من حس میکنم اون
هر کی این جوابو ازم بخواد که مهاجرت میارزید یا نه میگم نه، ولی ممکنه اون لحظه‌ای که استارت پی اچ دی رو میذارم یا مثلا به اون چک پوینت اولی میرسم اینجوری باشه که بگم الان دیگه میارزه. یعنی من کلا مسیر دیگه بحث این که آدم تو مسیر باشه من کلا حالم به هم میخورم مسیر، میدونی؟ یعنی یعنی من تهران شمال که مثلا هر جا حالا شمال که کلا میخوابیدم، یعنی اصلا جنگل رو ببینم اینا این فازا رو کلا نیستم. ببین مثلا یه موقع تو یه ابجکتیوی برای خودت تعریف می‌کنی میگی من به این برسم آره مهاجرت خوبه، بس اینه که تو همون مسیری که داری میگی ایگنور می‌کنی اصلا برات مهم نیست چه کاستایی براش میدی. خیلی خب این برای شخص به شخص متفاوته دیگه، برای من شاید مثلا کم باشه برای تو مثلا زیاد باشه یا برعکس یا هر کسی یا هر کدوم از این بچه‌ها. خیلی جای دمیت زیادی پشت داره می‌بینی. آره بچه یه سلام دیگه ببین کاستش که سنگینه دیگه، یعنی هر شخص به شخص متفاوته دیگه. آره قبول دارم، اصلا بسته به اون لایف استایلی که میگذرونیه، ولی فقط هم به پرسونالیتی نیستا. یعنی من یه سری چوسی آماده کردم، مقاله‌ای بود آقای بل نوشته، بل عزیز از دوستان خوب. بل آره بل یه آنتروپولوژیست، یه آدم مشتی خفنیه. آنتروپولوژیست نه من ولی آنتروپولوژیست اوکیه، انسان شناس میشه تو. بعد انسان شناس زیستی مثلا تو این مایا. بعد این یه مقاله 2023 پابلیش کرد، خیلی مقاله خفنیه. این اومده بود بررسی کرده بود که کلا کانسپت پذیرش مهاجرت یه کانسپتیه که خیلی بیولوژیکیه. یعنی اینکه مثلا من با مهاجرت حال میکنم یا نمیکنم، یا تو حال میکنی یا نمیکنی، یا مثلا یه آدم رندومی که روز اول میرسه اینجا چه حسی داره، حسش با من چقدر فرق داره یا شبیه، این یه کانسپت ژنتیکیه که اتفاقا مطلبش هم میارم. خیلی باحال بود حرفی که میزد، میگفتش که عدید تکاملی بررسی کرده بود، خیلی هم ریسیست بود احتمالاً، چون میگفت توی سیاهای کنیا، خب سیاه‌پوستا مثلا توی دوره این مهاجرتایی که انسان‌های اولیه کردن این داستان، اون قشری که از کنیا خارج شدن رفتن بررسی کردن با اون قشری که ساکن موندن. بعد نگاه کردن دیدن یه واریانتی از یه ژنی هست، ژن DRD4 واریانت 7Aش 7Aش یه واریانتیه که این ژن کلا کارش اینه که گیرنده دوپامین رو میسازه. اوکیه. و مثلا افرادی که ADHD دارن اینا این ژن توشون این واریانت توشون مثلا های اکسپرشن میشه و اینا. بعد میگفتش که اونایی که کلا با مهاجرت حال میکردن، یعنی اونایی که کنیا رفته بودن، خب اینا رو مقایسه کرده بود با جمعیتی که مونده بودن، فهمیده بود که آقا اون جمعیتی که کلا این واریانت خاص رو داشتن تمایل مهاجرتشون بیشتر بوده. خب بس مرغ تو مرغ علت معلوله. یه موقع مثلا طرف این ژن رو داشته، صرفا آدم خوشحالیه، دوپامین زیاد تو بدنشه، مهاجرت کنن براش مهم نیست، یا مهاجرت باعث فعال شدن این ژن میشه، یا مثلا بوستش میکنه. نه باعث فعال شدنش که نمیشه. داره میگه کسایی که این ژن ربطی مهاجرت نداره مستقیم که دیگه. داره میگه کسایی که این ژن رو دارن کلا حال کردن با کانسپت اینکه پاشن برن. اوکی. بعد من داشتم به این قضیه فکر می‌کردم، یعنی این حرفی که دارم میزنم کلا هیچ استاتستیکال سیگنیفیکانسی نداره. چوسی دیدی؟ آره. هیچ معناداری آماری نداره. ولی من داشتم فکر می‌کردم کلا به کسایی که تو فلات ایران زندگی می‌کنن، یعنی اون فضای خاورمیانه زندگی می‌کنن، اگه این حرف درست باشه، بک‌گراند این ریسرچ از اینجا داره میاد که آقا این یه سری آدم بودن، اجدادن فلانی مهاجرت کرده، اجدادشون مهاجرت کردن، کلا این قشری که ازشون باقی مونده تمایل مهاجرت دارن. که اولا از دید من که منطقیه، یعنی نگاه میکنی به اطراف مهاجر سیاه‌پوست بیشتر میبینی. حالا این میتونه به خاطر اقتضای جامعه‌ای که توش زندگی میکنن باشه یا نه کلا طرف حال میکنه، ما هم نمیدونیم. کلا سیاه‌پوست مثلا. آره اوکی. ولی مثلا نمیتونه بمونه اینجا. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که من داشتم به این فکر می‌کردم کسایی که تو فلات ایران موندن عموما کسایی بودن که آبا اجدادن داینامیک زیادی رو نگذروندن، یعنی اصولا آدمای ساکنی بودن، گرچه جمعیت ایران جمعیت داینامیک و پویاییه، اصولا مهاجر پذیر، قومیت‌های متفاوت داره، ولی دایره مساحتی که توش مهاجرت شکل گرفته اونقدر زیاد نبوده. یعنی هرچی بوده حاصل کشورگشایی و خاک گرفتن و خاک بستن و این چیزا بوده. این یه چیزی که بر من سوال بود که یه جا دیگه من آقا رضا رو گذاشتم کنار این
نتیجه که اینجا گرفته بود من میگفتش که آره داشتم نگاه میکنم تا آقا رضا مهاجرت دوست داره میدونی یا مثلا همایون مهاجرت دوست داره آره دیگه دوست داره یا حال میکنه دیگه عشق من حال میکنم آره دیگه من که خوش گذشته با خوش گذشته دیگه ببین ما مثلا مثل ما نیستن اون بگیره که یارو گفته بودش که اونایی که آب و میگفت یک تو همین مقاله اینجوری حرف میزد میگفتش که یک مثلا فرض کن گروهی بوده مثلا 2000 سال پیش اینا زندگی ییلاق قشلاقی داشتن اینکه تو بگی اینا زندگی ییلاق قشلاقی داشتن غلطه اینا اونایی که زندگی ییلاق قشلاقی کردن زنده موندن اونایی که این لایف استایل رو نداشتن مردن یعنی اومده مثلا یه حالت انتخاب طبیعی تو در نظر گرفته بعد گفته که کلا اینا این قشر فهمیدن پر جنب و جوش‌تر باشن لوکیشن عوض کنن هی ما این رفتار خوب گرفته باشون دیگه گرفتی بعد برمیگردیم مثلا من افرادی که دوستای خودم که تو غرب کشورن اونا بیشتر من میبینم این تمایلشون رو به مهاجرت و فلان تا نسبت به افرادی که حتی تو شرق کشورن البته من مشهد رو سپریت میکنم چون آدم مشهدی زیاد دیدم مهاجرت بله شاید جمعیت زیادی نمیدونم یعنی هیچ کدوم از اینا لحاظ آماری خیلی معنای خاصی نداره آره من نمیخوام یه چیزی آقا یه بحث دیگه که میدونی چیه من چیزی مشهد مریم مشهد چقدر مهاجرت میکنن نمیدونم اطلاعی نداره اطراف مشهد چی یه دونه یک کتاب بود یه نویسنده نوشته بود قم بهتره یا نیویورک ما الان میتونیم از مریم بپرسیم مشهد بهتره یا میلان مشهد کرج از همه جا بهتره من تک به تک این کرج خوبه من تک به تک خاک این مرز و بوم را فردوسی کو آجی فردوسی تو مشهد یه چیز جالبه دیگه که من یه بار داشتم میگفتم تو داشتید پیام میدادی مثل معمول شبا همون موقع که چای میخوری بیرون رو نیمکت همون موقعی که بعضی از نیازها به آدم فشار میاره آره اوکی خب ببین مثلا یه سری کارها و رفتارها یه سری رفلکس‌های تو بدن خب اینا طبیعیه یعنی چی مثلا آقا شما از بچگی یاد میگیری که مثلا این بطری آب خوب در بیاری مثلا دستت بیاد متوجهی بطری آب دیگه بطری آب مثلا گرفتن یه چیزی خب اینا همش بر اساس ایمپالس الکتریکی داخل مغز که نیستم میگم آره ولی مثلا شما اینو به واسطه یک تکامل بسیار زیاد تو خیلی راحت یک بچه خیلی راحت‌تر میتونه این پروسه رو یاد بگیره همون بچه بخواد مثلا مدل دیفرانسیل حل کنه پروسه سختیه براش چون تو یه زمان بسیار زیادی مثلا 99 ماه از 99% تکامل مردم مثلا سمت مدل دیفرانسیل نمیرفتن برای همین یک یارویی بودش داشت صحبت میکرد اسمش هم یادم رفت اون دفعه با میلاد یه اسمی بگو بقیه‌اش نمی‌دونم چیکار هوبرمن کی بود؟ هوبرمن اون نوروساینتیسته بودش که آره هوبرمن بود بگیم هوبرمن داشت میگفتش که حالا اون بحث توی پادکست بعدی قسمت‌های بعدیه ولی میگفتش که مثلا شما هیچ موقع نمیتونید LLM ها رو به اون درجه برسونین که بتونه مثلا مثل انسان کار کنه. حالا پوینت قضیه اینه که آقا گرفتن یا برداشتن یه آبجکت توی ژنای شما اومده، یعنی یه سری پروتئین ها داخل نورون هاتونه اینا بیان میشه و اون توی میلیون ها سال تکامل یاد گرفته شده چینش اون پروتئین به چه صورت باشه که مثلا این تسک برداشتن یه چیزی چون نیاز بیسیک بوده توش سیو بشه. این داستان رفتار غریزی رو داریم میگیم. آره دیگه، ولی مثلا یه کار دیگه نه. مهاجرت هم شاید همینجوری باشه. آقا مثلا شما یه بازه زیادی اجدادت مهاجرت کردن، به واسطه این طوری تعبیه شده تو سیستم مغزت که نسبت به تغییر راحت‌تر بگیری قضیه رو، یعنی برخورد راحت‌تری داشت. و اون چیزی که داشتی میگفتی صرفا حالا لازم مغزش هم میتونه اینجوری بررسی کنه. ببین یه یارو یه حرفی میزنه میگه سه تا توی افرادی که بررسی کرده باشون مثلا صحبت کرد و اینا، سه تا ویژگی اصلی که برای آدمایی که حال کردن با مهاجرت بوده، یکی نوولتی سیکینگه، مثلا چقدر طرف دوست داره چیزای تازه پیدا کنه، یکی اسپیشال کاگنیشنه، مثلا مسیریابیه. مسیریابی آره، یکی هم ریسک تیکینگ، دیگه هم بحث ریسک پذیری طرفه. خب مثلا تو الان آقا یه سوال بپرسم، بله خیر، الان مثلا صبح که بیدار میشید به ما زنگ میزنی پاشو بریم پایین شرکت تا شب که بیرون میشینیم از اون نیازها و این داستانا، شب بریم تک و تنها تو تاریکیه. من سوالم اینه که آقا از روزی که میگذرونی راضی؟ فقط آره خب اوکی، چون من ناراضیم. چرا؟ چرا؟
داداش رضایت نداره که صبح بوق سگ داری میری هوا سرد بارون کثافت گرگ بابا ولم تابستون اوکی بابا ولم کن آقا ما حالا بلش کن شما نوولتی سیکینگت خیلی زیاده ریسک تیکینگت بالا یا اسپیشیال کاگنیشن اما اصلا نمیدونم نوولتی سینکینگ چی هست نه نوولتی سیکینگ دنبال نوولتی باشی آره مثلا دنبال نوولتی هستی ناولتی نه دیگه ناولتی که خیلی با کلاسه داشت میدون ناولتی درستش هست ولی اون نما بگیم ناولتی درسته ولی کانال کالی امبیولنس این اینساید جوک بود شما باید آره پرژین نیتیو رو باید نگه داریم خلاقانه تفکر خلاقانه آفرین بنازم آقا جدی حالا به نظر شما آجی من در نوولتی سیکینگ داری یا نداری؟ خودم؟ آره من خارق العاده‌ام جدی میگی؟ ارزش نمیدونم این آره آبه بگو تعریف البته میخوای شما نخور نه بگو آجی من کلا خیلی به آدمایی که ناولتی دارن خلاقیت دارن ارزش قائلم نه خب داداش خلاقیت داریم تا خلاقیت خب نه دیگه تو هر داریم راجع به کانسپت مهاجرت حرف میزنیم شما دنبال دیدن چیزای من که میدونم این سیاق برای چی دروغ میگی آها یعنی از اون راه آره دیگه نه آجی شما یک سال پنیر کبابو ول نمی‌کنی داداش منو در نمیام آجی سخت مهندس دکمن باز شده اوکی خب اوکی مهندس یک سال بیشتر شد 2 سال هر روز نهار پنینو کباب نه دیگه تا قبل تکنوپول دیگه 1.5 سال هر روز نهار پنینو کباب خورد بدنو و هیچ آره دیگه داداش بابا البته دیگه البته با چیز شما برای خب علیرضا هستم آره تو اسپانسرشیپ برنامه بعدی قسمت‌های بعدی تیم یه دقیقه ما یه باید تبلیغ بکنیم بچا این نون خوبیه پروتئین زیاد نه بابا فیبر داره اینا رو بخورید روداتون خیلی خوب 11 گرم پروتئین داشت کجا اینا پروتئین 11 گرم تو 100 11 گرم تو 100 گرم داداش یک کیلو بخوری 100 گرم پروتئین دیگه زیاد نیست مرغ چقدر 100 گرم 30 گرم پروتئینه آره 100 دیگه 3 تا عینو بخور میشه 100 گرم مرغ 300 گرم اینو بخوریم که 100 گرم مرغ 300 دونش که 100 گرم می‌بینی بیادی کوانتیتیو هم هستیم آره این بله ناولتی سیکینگ که نداری داداش من شما چه چیز جدیدی این ایستگاه قطاری که ما میریم 3 تا در داره ایمان یه درش میاد 2 تا در دیگه نمیاد آخه من شاید مثلا گزینه خوبی برای این نباشه خب اینو پس نداری شما منم ندارم من ببین دارم مثلا غذا باشه نه دیگه بقیش فیلتر میکنه آره دیگه مثلا اونو منم دارم اوکیه ولی مثلا این که یکی میگه مثلا باشید بریم فلان جا رو ببینیم اینجوری هم خب تو اینترنت عکسشو سرچ می‌کنیم می‌بینیم دیگه چی بریم ببینیم برای چی وقت گوهربار رو هدر بدیم نه خب حالا اینجوری در نظر بگیر اگر که مرتبط به کارت باشه چون ما الان اولویت زندگی کارمونه مثلا من فکر کنم ما هممون توی یه سری چیزا خیلی عادی وایسادیم چسبیدیم به یه لایف استایل خاصی ولی درا رو به روی ناولتی نبستیم مثلا اگه که توی یه پروژه باشی دوستش داشته باشی بگن واسه یاد گرفتن این و واسه انجام این کار بریم 2-3 تا جای جدید چیز جدید من فکر کنم همتون انجام آره اینو میشه آره ولی بحث کانسپت مطرح کردنش تو مهاجرت همون بحثه یعنی اون چیزی که متروه آره نه بحث تجربه کردن فضاهای جدیده من اگه بهم بگم یعنی ببین اینجوری بگم من اگه بهم میگن که آقا تو مثلا 80% 90% تسک تو انجام میدی با اینجا نشستن 100% تسک تو انجام میدی حتی با پاداش با 7-8 جای مختلف رفتن من به همون 90% قناعت میکنم چون علاقه به کلا تجربه کردن چیزای جدید و جای فلان ندارم چقدر ریسک پذیری؟ آجی زیاد دارم ولی جیگر زیاد دارم ما بهش میگیم جیگر آره نه زیاد نه الان که مهاجرت کردم خیلی کمتر ترس دیگه آره این خیلی تاثیر داره یعنی منم واقعا آدمیم که اینجا هم نیست یه الان به بیمه خیلی کاری نمیشه آره من با بیمه کوثر توریستی حقیقتا هیچ نه دیگه برای تکنوپول چی گرفتی دیگه بیمه نگرفتی من که همون کوثر ادامه دادم تو رفتی بیمه خارجی گرفتی با من الان خود میبینید دیگه یک مثلا بخوای پیاده رو رچی بهت میگم وایسا
آره این کوچیک‌ترین چیز. اون به خاطر علاقه تو به قانون پذیری و علاقه من به قانون قانون همینه دیگه. شکستن. قانون خیلی موقع باعث میشه شما جیگر نداشته باشی. میدونی؟ نه من کلا ذاتاً آدم ریسک پذیری نمیدونم. اصلی بستگی داره، خیلی بستگی داره. تو یه جاها نه خیلی هم بدتر شدم، قبلا بیشتر بودم، جوون بودم اونجوری اینا. خب هم به خودت سن هم به خودت مهاجرت. آره دیگه اصلا ببین رنج سنی که الان ما توشیم و یعنی نسبت به لایف استایلی که تو یه جمله بگو می‌خوایم سیاه‌سفیدش کنیم. بره تو ایسپلا یه جمله رو بریم بریم. یه دسته بگو هنوز تو فکرشی؟ تو فکرشی؟ تو رفتی و دلم غمین شد. اینا اوکیه. نه دیگه وقتی میره تو ایسپلا سیاست پیچ کنن اینا شجریان میشه. نه دیگه ما در لول کارو در حد سوسماس داریم دیگه. اوکیه اصلا شجریان آقا اوکی، شجریان که سوسماس مهاجر بزن وطن پرنده اون یا آسمون ما نمیای پر پرواز. آسمون ما نمیای پر پرواز، آسمون ما نمیای سر ابرا. که فعلای داریوش جان ما میلان در خدمت شما هستیم. خونه هم داریم میتونی شب بمونی. دنبال خونه بودی. الان داریوش یه استوری میگیره میگه 30 کیلو. داریوشم ببخشید شوخی کردم. آقا من یه سوال دیگه ازت میپرسم. اسپیشال کاگنیشن داری؟ اسپیشال ترانسکریپتومیکس رو میدونم. اونو که خیلی دوست دارم ولی اسپیشال کاگنیشن نمیدونم چیه. مسیریابی. این خیلی ساده بوده ولی اسم خارجیش خیلی چوسیش بیشتر. مسیریابی نمیدونم شما بهم بگو. مسیریاب خوبی هستی یا نه؟ بدون گوگل مپ چقدر کار میکنی؟ هیچ. نه پس نیست. من اوکی ام. تو عالیه. من کجا عالی با یه بار رفته بودیم همینجوری ما رو میچرخونیم. کجا؟ یه بار یادم یه تجربه خب داشتم. باشه بعضی موقع پیش میاد ولی خب کلا اوکی هم دیگه. آره مثل کف دست بلدیم. آره دیگه بابا من خدای خوبم تو مسیر. تو تهران شاید بلد باشی ولی این میلان تهران علیرضا مهم هم تهران. مهم تهرانه دیگه. تهران باشی بس دیگه. البته تهران یکی از دهاتای مازندران یکی از توابع فیروزکو بوده. آقا یه چیزی که این مقاله داشت میگفت این فقط یه مقاله خوندم نکتهش هم این چیزی که این مقاله داشت میگفت برکت من زیاد بود خدا این مقاله جامعی هم بود 2023 آماده بود میگفتش که کلا پروسه مهاجرت 3 تا قسمت داره مبدا مسیر مقصد. خب اینو که هم میدونید. بعد میگفت چیزی که خیلی تاثیر داره روی اینکه تو هر کدوم از فازا چجوری این فاز رو رد میکنی میری فاز بعدی و چقدر تو حین انجام دادن و رد شدن از اون فاز آدم خوش فازی هستی تاثیر داره. یکی چقدر فاز شد یکیش آره ببین نه بحث این بودش که 2 تا عامل تعریف میکنه. چیزی که تو رو پوشت میکنه به این که بری مرحله بعد، چیزی که تو رو یه گاردی میشه جلو چی نذاره بری مرحله بعد. مثلا موقعی که ما ایران مرحله شروعش که همون مبدا باشه اوریجین ما باشه میگه که اون پوشر شما مثلا یه چیزی ممکنه مثل فشار اقتصادی باشه، فشار تحصیلی باشه، اون مانعی که جلوته مثلا ممکنه خانواده باشه، رفیق باشه، چه میدونم وابستگی به مکان باشه و چیزایی که کلا جلوتو میگیره. خب بعد بحث این بودش که چجوری باید از یعنی اِوالویت کنی اینا رو که این پوشه بیشتر قوی تره یا اون مانع قوی تره. میخوام بدونم پوشرت چی بوده؟ نوبل. اوکی اون سایت هست که دیگه میدونی میرفت تو آقا اجازه بده خیلی دیگه داری عمیق و فلسفی بهش نگاه میکنه. قرار بود خیلی نرمال باشه. خیلی بنده خدا رفت خیلی بذار بره همین جاهاش میره تو اکسپلور. به نظرم اول در مورد تطبیق پذیری و توانایی تطبیق پذیری این تو مسیره دیگه. اگر این تو کانسپت مسیره، یعنی تو مسیر قراره بیای. مهاجرت ولی این خیلی فرق میکنه دیگه با اون میل به مهاجرتی یه چیزه. یه جای دیگه هم هست که توانایی تطبیق پذیری اون اصلا آره یه
5 سال میمونه بعد برمیگرده همون. دقیقاً تطبیق پذیری یه فیچری بود که طرفو از مسیر به مقصد میرسون دیگه. من الان صحبتم مبدأ به مسیره، یعنی شما موقعی که فکر کن الان تو ایران بودی نشسته بودی با خانواده و می‌خواستی مهاجرت کنی، چه چیزایی تو ذهنت بود که گفتی اوکی من الان مهاجرت میکنم، یا اینکه مثلا یه روزی بگی نه من مهاجرت نمیکنم؟ حاجی چه جوری؟ بعد یه چیز دیگه هم اینم بگو چه جوری اولویت کردی شونا، یعنی فهمیدی این وزنش به این میچربه یا نه؟ ببین نه اونم که نمیشه گفت ولی نه نوبه من سس آوردم از خودم. حاجی مزاج از من خیلی از بچه‌ها بودن که دیدم به فنا رفتن، موندن و به فنا رفتن. خیلی دیدم. من دعوت میکنم همه بچه‌ای که موندید و به فنا. آره مثلا یک بچه‌ها بود میتونست مثلا واقعا یعنی به نظر بسیار باهوش، یعنی پشت کار زیاد، ولی صرفا به واسطه مثلا شرایط و اون محیطی که بود کلا دیگه ترکی و مرد. یعنی شما همین کانسپت همین مقاله میگه که یکی از پوشرهای بزرگ مشاهده موفقیت مهاجران قبلیه یا شکست تو شکست بازماندگان قبلیه. یه جور دیگه بالاخره استراتژی. آره نه مثلا بودم یعنی بزرگترین پوشر تیم بود. آره مثلا یه سری چیزای دیگه هم می‌بینی بعضیات مثلا مملکت یه جوری که تو میگی آقا بهتر الان با علم در بریم مثلا. چی خیلی داشت اذیتت میکرد که نگهت داره؟ نگه هم داره خیلی چیزا، همه چی صرفا همونی که باعث میشد بری. آره جدا میگم، یعنی مثلا بقیه چیز خوب چجوری انداختی رو ترازو؟ خب رو جیگر انداختم دیگه. آره. من تاس انداختم خودم واقعا. تاس هم استخاره کردی؟ نه تاس واقعا اصلا من زندگیم کلا بر مبنای تاس انداختن بود. این کانسپتش میدونی چیه؟ من 16 سالم بود کلا اصلا تاس خیلی مبنای چیزام داره بابلم بود. من 16 سالم بود کلا فازم این بودش که برم تو فاز ساینتیستی و مثلا نوبل و کادر درمانی نبودم اصلا اهل اینکه بری پزشکی بکنی. نه علتش این بود که من از ارتباط تعامل مستقیم با مردم نمیگم بدم میومد ولی خوشت نمیومد. ببین آخه من معلم بودم دیگه، ارتباط مستقیم به وقتی تو بهشون یه چیزی رو یاد میدی رو دوست دارم، ولی وقتی بهشون یعنی تو وقتی معلمی یه چیزی یاد میدی طرف میفهمه و میره. خب آره به وقتی درمانی تو مثلا یه کاری برای مریض انجام میدی و مریض نمیفهمه واقعا تو براش چیکار کردی اینا، و من مثلا بی اسکیل رو بیشتر دوست داشتم کلا. یعنی من اون موقع که معلمم بودم فکر کنم کلاس حضوری داشتی مثلا 100 تا شاگرد ماکسیمم، مثلا 3 تا کلاس میرفتی 100 تا شاگرد روز جمع 3 تا کلاس بود، یک کلاس آنلاین میرفتیم مثلا 15000 تا شاگرد. و خیلی باحال بود، یعنی مثلا 15000 نفر این چیزایی که من گفتم دیدم. کلا وقتی من اصلا حساب میکردم مثلا فکر کن جراح مغز و اعصاب بشی روزی 10 تا عمل کنی که عمرن، مثلا روزی 10 تا عمل روزی 10 تا عمل کنی 30 روز تو ماه کار کنی میشه ماهی 300 تا، سالی 3600 تا، 30 سال کار کنی میشه 100000 تا. یعنی تو مثلا یه دارویی اگه درست کنی، البته این خیلی ریره این وضعی که بتونی همچین دارویی درست کنی، خب این نه این به نظرم درست نیست. تو مثلا نه اون ذهنیت 16 ساله است، یه پسر 16 ساله است این ذهنیت اون موقع هم بود. بعدها کلا اینجوری را بودم که من دنبال کشف کردن چیزای جدید و یاد گرفتن چیزای و کلا حال می‌کردم چیزایی بدونم که افراد کمتری میدونن. خب بعد اینجوری بودش برای من که کلا رفتم سمت این. ولی بحث مهاجرت اینجوری بودش که اون موقع تو ذهنم این بود که آدمای خفن مهاجرت میکنن تو رشته ما، تو اون زمینه‌ای که بود. علتش هم نمیدونم، مثلا یادم دوم دبیرستان بودیم یه معلم المپیاد داشتیم کوشا پایداری، شات اوت به کوشا پایداری عمرن نمی‌بینید حاضرم مثل چی شرط بندم قرار نیست کوشا پایداری چیزو ببینه، ولی خب یه معلم المپیاد داشتیم و مثلا اینجوری بودم که اسطوره اومد تو کلاس. یارو مثلا یادم مثلا فیلتراسیون کلیه رو داشت درس میداد، من عشق می‌کردم، خیلی معلم خفنی بود و پاشد رفت و من اینجوری بودم که خوبا میرن خوبا میرم. یه مثال خواستن من خواهرم هم یکی از الگوام بود، اونم رفت. خب من اینجوری بودم که کسی باید رفت انگار، یعنی یکی ازم بپرسه پوشر رفتن چی بود، من میگم جو.
یعنی مثلا من از اون خواهرت خیلی تاثیر داشت. آره دیگه اصلا این دنیا رو اون برای من کرییت کرد دیگه، میدونی که مثلا میشه کانسپت مهاجرت کرد و رفت سمت ساینس و اینا. مگه نه اون بازه زمانی مثلا ما اینجوری بودیم که نمرت رو بالا بگیری دیگه تو مدرسه. ولی اون چیزی که گارد که من ببین اصلا من جواب خوبی به این سوال نمیدم، چون چیزایی که من نگه داشته به گذشته خیلی زیاده و شاید مثلا من به همون دلیلیه که مثلا حال نمی‌کنم با مهاجرت. یعنی هنوز از خانواده بگیر تا بقالی سوپر سر محل که یه دونه آلوچه خوشیای مزمز میفروخت با دل استرای تلخ ایستک بگیر، از کافه مافیایی که توش بازی میکردم بگیر، از خیلی چیزا هستش که من چسبونده. ولی آره این بحث نالج جمع کردن، یعنی هر کسی که میخواد مهاجرت کنه باید لیست کنه به نظرم اینا رو پیش خودش، یعنی یه ویتی به هر کدوم بده ببین آقا میارزه نمیارزه. ببین به نظرم کلا کارو سختیه دیگه. بعد وقتی میرسی، یعنی وقتی از مبدا به مسیر میرسی، بعضی تطبیق پذیری هم هست. وای چه فاجعه ای. یعنی اینو فکر کنم دو تا الگوی شکست خورده ایم نه؟ آره اصلا در مورد صحبت نکنید شما دو تا. آره اصلا کلا فکر کنم وجود نداره. ببین کانسپت ببین چیه؟ فایت کلاب. من چزانو وجود نداره. شما ولی چجوری با چزانو تطبیق پیدا کردید؟ ما تطبیق پیدا نکردیم. ما هیچ موقع تطبیق پیدا نکردیم. چزانو بذار من اینجوری بگم. ما این دفعه هم رفتیم چزانو بعد مثلا چند سال داشتیم گیمون داشتیم. خیلی بد بود. یه بچه‌ها نمیدونن چزانو چیه. ببین چزانو یه سگیدونیه نزدیک میلان. چون ما دیر رسیده بودیم خونه نبود. چون ما دیر رسیده بودیم خونه نبود. بعد کثافت ها اصلا یه حالت دوگمه ابو. مثلا دیدی مثلا میلان فاز خونه‌های سنگی قدیمی فلان طوره، مثلا به سلیقه یه سری افرادی که حالت موزه پسندن و تاریخ پسندن اینا باحاله. باز به سلیقه من اینم باحال نیست. ولی چزانو شرک صنعتی بود. اینا مثلا داشتی میرفتی چه میدونم مسکمه آره اوایل که امین میگه شبیه اکباتانه. ببین آخه نکته میدونید چی بود؟ من اکباتان رو خیلی دوست دارم، ولی چند تا ساختمون 8 طبقه 10 طبقه کنار هم بود، مثلا هر طبقه ان تا واحد و خب خیلی باحال بود دیگه. من میگفتم بنازم، مثلا میرفتی تو بالکن، ما هم طبقه 8 بودیم، چای میخوردیم چه فضایی چه دنج. خب بعد زمستون شد دیدیم اینجا خیلی با شوفاژ مثلا اوکی نیست صابخونه، یعنی مثلا یا اتفاق سه شوار روشن کردیم، سه شوار روشن میکردیم که گرم شه. آره بعد هم خونه اصلا شرایط کثیف بود، لجن بود، بو میداد. یعنی این وضعیت قبیحه. یعنی یه بخشی از مغز یه سیستمی داره که شما مثلا فراموش میگی نسبت به یه سری اتفاقای بد. الان من خیلی از خاطرات یادم رفته. برای چزانو؟ آره. نه من اون کارایی که تو با من کردی من همش یادم بود. ببین اصلا چزانو فقط نکته مثبتش همون دی پیوش بود دیگه. یه مغازه داشت خیلی ارزون بود. بنت هم اون نکته اونم طبیعیه دیگه. تو بالاخره فکر کنم لوکیشن که به فرانسه فکر کنم نزدیکتر بود تا خوای سوئیس اصلا خیلی جای عجیبی بود چزانو. ولی از اون بحث اصلی تطبیق پذیری دون نشیم. ببین من شخصا آدم به شدت زبون نفهمیم، یعنی پرسونالیتی شعور و اینا رو نمیگم، اونا هم زبون نفهمم اوکی، نه لحاظ لنگویج دارم میگم دیگه. آره من واقعا انگلیسی رو سخت صحبت میکنم. الان 3 سال دارم پرزنتیشن میدم، بستگی داره خیلی چیزای there is a big competition. نه من واقعا انگلیسی رو سخت صحبت میکنم و به فشار میاد، اصلا دلم نمیخواد صحبت کنم. چه کاریه؟ یعنی من الان مثلا مریم رو میبینیم پشت دوربین نشسته آهنگ خارجی میذاره عشق، من حالم به هر محتوای غیر ایرانی حالم به هم میخوره. این زیاد اوکی فیلتر نمی من انف و مثلا رپر انف دوست دارم، اینجوری هم که نگم انف دوست دارم، مثلا یه جوریه به محتوای غیر ایرانی واقعا انف دوست. مثلا فکر کن یارو تو ایران بودی فیلمای هالیوود رو میبینی، اینجا مثلا میای آقا رضا داره قهوه تلخ میبینه، من دارم فیلم سریال جدید رضا عطاران رو داشتم میدیدم. ایمان بتمن میبینه، بتمن داره دوبله برای نمیبینه، دوبله نه زندگی نامه خودش رو ببین. بین بچه‌ها بین بهترین کارکتر از جوکر هم بهتره. بعد چی داشتم میگفتم؟ آها تطبیق پذیر. آره بعد اینکه شما بعد
واقعا هم نمیتونم یاد بگیرم زبان‌ها، یعنی تلاشم که نمیکنم، ولی خب اگه بکنم هم نمیتونم چون میدونم فیل میشم. تلاشم واقعا سخته، یعنی گارد اول این که تو زبون اینا رو که نمیفهمی. بعد یه نکته دیگه که وجود داره بحث اینه که تو چقدر انسان تعصبی هستی یا نیستی. من چون کلا آدم تعصبی ام نمیتونم خودم رو راضی کنم که من با یه فرهنگ دیگه خوب بگیرم. نه، من سلیقه فیلمیم اون بوده، موسیقیایم اون بوده، فرهنگیم اون بوده، همون بوده، همون هم هست. هر کاری با من کنم یعنی گارد دارم نسبت به اینا. تو هم داری؟ تا یه حدی عمه من مازندرانی پخش میکنه خام سفر کنم جاده راهی دور سر صبح چی؟ به میتونه مازندرانی پخش کنه، از اون طرف همه سریال خارجی رو دیده من بهتر نمیدونم. اونم دیده آخه. ببین مثلا ولی خب چیزای دیگه هم میبینه. حالا سریال که معیار نیست. نه حالا ببین مثلا حالا در سلیقه موسیقیاییش این تعصبی که امین حالا داره میگه، آره شاید امین خب شاید یه خورده تعصبی تر باشه، مثلا لحاظ تطبیق پذیری برای تو سخت تره، قطعا سخت تره برای تو. مثلا برای من حالا تایمی که ما تو چزونو بودیم من زیاد مشکل نداشتم، یه خورده برای تو مشکل. بعدش فهمیدم چه کلاهی سرم رفت، میشه زندگی بهتری هم داشت. آره تو مهاجرت. ولی خب ولی من کلا میگم اگه خواستید مهاجرت کنید هر جا، نسبت به زبونش، نه حتی نسبت به اینکه زبونشون چه جوریه، نسبت به اینکه چقدر مردمش میتونن انگلیسی حداقل صحبت کنن. باز میلان فکر کنم تو ایتالیا یه جای نسبتا اوکی باشه. بچه‌هایی که تو ناپل و سیسیلان فکر کنم وضعیتشون بدتر باشه. آلمان هم دروغ میگن انگلیسی بلد نیستن، اینا میگه تبلیغات منفی بر علیه جرمن هاست. بچه‌ها راضی بودن. ولی خب مثلا ما انگلیسی صحبت نمی‌کنن اینجوری که باشه. آره ولی بلد هستن. ببین این نکته اینه که ایتالیایی‌ها دوست دارن باهات ارتباط بگیرن ولی نمیتونن. آلمانی‌ها مثل ترکان فارسی بلدن ولی خب ترکن آخه بحث زیادی از می‌بردیم. 45 دقیقه شد دوستان، می‌خواید یه بندی اوکی. کلا به نظرم مهاجرت نمیصرفه. بستگی داره. اگه آره دیگه اینو فهمیدم. اگه باشه میصرفه، نیست نمیصرفه. ایتالیا میصرفه. ایتالیا بیان یا نه؟ آره نه اگه آپشن دیگه برای مهاجرت ندارن قطعا. آره خیلی ساده. این مسئله مالی بچه‌هایی که میخوان مهاجرت کنن هم هست. آره این بدبختی که شما واسه اینجا تا الان کشیدید، تهش بهتون چقدر دادن؟ نزدیک 17,000 یورو. دو تا هفته با یه سه ببخشید صحبت میلان هم در نظر نگیر. خیلی از شهرها با همین مقداری که میگیرن خیلی آجی شما میلان هزینه‌اش بالا. ببین کمترین چیزی که میگیری یک شما یه ارشد از یه دانشگاه اروپا میگیری، این چیز بدی نیست. آره میلان. بعد دانشگاه حالا میلان یا هر جایی بالاخره تو اروپا. دو امکان داره آجی تو شما میتونی به الان دسترسی داری به یه سری کمپانی. الان شما تو ایران دسترسی به سوپر کامپیوتر داشتی؟ نه به سوپر کامپیوتر نه به سوپر کامپیوتر HPC کامپیوتری که توش یا حتی HPC هست ولی خب من به RTX 4090 هم دسترسی نداشتم. مثلا HPC مثلا میتونی دسترسی داشته باشی. بچه‌ها 100%. حالا تو دانشگاه فردوسی رزرو می‌کنیم تا ما از یه هفته قبل آره میدونم. نه منم پروژه لیسانسم 13 میلیون تومان باید پول میدادم برای اینکه پروژه‌ام توی سوپر. ببین اگه برای علم میره دیگه. آره ببین من حرفی که میخوام بزنم نسخه کلی نیست، ولی اگر یه سری دوست دارن مقصدشون ایتالیا باشه من به اونا توصیه میکنم حتما ایتالیا برای کسی که عاقلانه است کسی دوست داشته باشه مقصدش ایتالیا باشه. دیگه به پرسنالیتی طرف بستاره دیگه. اگه با یه سری آدم گشادی که کلا دارن اشغال میکنن حال میکنید پاشید بیایید. خودتون یه روزی 2000 تا بگیرید با زندگی بدی ندارن، یکی 2000 تا در بیاره با پارتنرش باشه آخر هفته خوب. ببین با حداقل رفاه حد اکثر رضایت رو دارن. آجی درآمدهای بالا هم دارن. آره دارم. یعنی مثلا طرف ارشد داشته باشه، پی اچ دی داشته باشه، اگه تو حوزه مثلا کامپیوتر یا حوزه‌ای که کارم براش زیاد باشه 3-4 هزار تو اینجا خوبه. 4 دارن نه بچه میگیرن آجی کلی جا هست اینجا. خب نه موضوع اینه که اونا باید خیلی تلاش کنن که به برسن، ولی اگه شما آره دیگه اگه کسی میخواد واقعا دوستان دارم بعد از کمتر از یک سال به 2400 رسید با مرحمت که ارشد.
آره خب کار پیدا میشه هستش. ببین افتادن بعد در نظر ولی کانسپت خود کشور خیلی جلوتر از ایرانه. اینو دیگه حتما سطحی جلو. آره این ولی من باز دلیل نمیشه به هم میگم توصیه میکنم. آره این مهاجرت فرق میکنه و علاوه شرایط داره. و من بحث مالی رو سپریت کنید، اینم باز بسته پرسونالیتی طرفه. بحث مالی رو سپریت کنید، من اگه یه نفر پول داشته باشه بخواد بیاد ایتالیا، من بهش پیشنهاد میکنم که کشورهای دیگر رو تو اولویت قرار بده. باز اینم سلیقه طرفه. یعنی من اصلا با آدمایی که انقدر الکی خوشن نمیسازم، ولی مثلا با آدمای خرکار بیشتر حال میکنم. ولی کلا ایتالیا خلاصش اینه که با حداقل چیزا خوش میگذره دیگه. یعنی ایرانی هم زیاد داره، اینم باحاله. آره مثلا ما شانسی که حالا آوردیم به نظر میادش که بچه‌ها زیاد بودن، ایرانی رفیق خیلی داشتن. آره این خیلی فاکتور مهمه. علیرضا تو توصیه میکنی ایتالیا رو؟ آخرین آپشن. منم همینم. اولین آپشن کجا؟ قطعا امریکا. آره دیگه نمیشه دیگه الان که نمیشه. ولی آخرین آپشن ببین آره، ولی اونم به عنوان یه پول بزنید. برای پول به نظرم ایتالیا خیلی خوبه. آره. ولی به شرطی که فقط پول. آره نه که ببین خیلی ها میگن آقا ما میریم ایتالیا، بعد مثلا یه کاری میکنیم به عنوان پول صادر کنیم، بعد که میان اینجا میخوان بمونن. اونا خیلی اعتراض میکنن. برای منی که از روز اولی که اومدم اینجا قرار بود از اینجا برم و برای منی که الانم میدونم از اینجا میرم، ایتالیا همچنان بهترین جای دنیاست. من تونستم بدونی که خیلی پول زیادی خرج کنم به این سری چیزا دسترسی داشته باشم که نمیشه. یه نکته‌ای هم این وسط هست که آیا این کشوری که تو ایتالیا رو میخوای پول برای خودت درست بکنی، آیا همینو تو کشور خودت بمونی اون پول ساخته نمیشه برای پی اچ دی صرفا بخواد سره؟ من با توجه به اینکه من با احتساب اینکه انقدر آدم تعصبی هستم رو ایران، ولی نه دقیقاً رفیقای من ببین چه میشه ها بشین داش میشه شدنش این. آقا من رفیقم به جایی که من آیلتس میخوندم مهاجرت کردم، اون کنکور ارشد داشت رتبه 1 شد، الان انگلیسه، ولی بهایی که از نظر روانی داد تازه تو کشور خودش که مهاجرم نبود تو اون دانشگاه داد، اون بهاش خیلی سنگین‌تر شد. بابا واسه مدرکش نزدیک 7 ماه داشت میرفت میدوید اعتراض میکرد که آقا مدرکمو بدین. ببین بحث شدن نشدنش که آره قطعا میشه چه بهایی، ولی به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ ولی اینجا بحث این هم هستش که لحاظ آماری هم مثلا بخوای ببینی زیاد نیست همچین چیزی. یعنی با البته بازم جامعه آماری متفاوته، یعنی تعداد افراد فرق می‌کنه اینا، ولی حالا من حس می‌کنم منطقاً میگه که باز یعنی شما یه مهاجرت ثانویت راحت‌تر. آخه یه نکته‌ای هم هست بعد در نظر بگیرید تو چه فیلدی داری تحصیل می‌کنی. یه فیلدی مثل بیولوژی و بایوتکنولوژی این چیزا امکانات زیادی میخواد. مثلا تو رشته روانشناسی، رشته‌های انسانی فکر می‌کنی؟ خب اونا دیگه نهایتاً منابع کتابی لازم دارن، خیلی بیشتر از آره. ولی ما امکانات تخصصی مثل لب و این چیزا لازم. ببین قاعدتاً رشته‌های تحریما نداره. مهندسی، علوم پایه اینا به نظرم باحال‌تر. یعنی اینجا ببین من خلاصه بخوام بگم از لحاظ مادی نگاه کنی میصرفه کلاً، یعنی امکاناتی که در اختیارته، فرصتایی که در اختیارته، ولی از لحاظ روحی و منتالیتی باید یه بک‌گراند خیلی قوی داشته باشی و خیلی چیزا رو تحمل کنی. یعنی مثلا تغییراتی تو اتفاق میفته که به نظرم دیگه یعنی برگشت ناپذیره و ناخوشاینده، برای خودت ناخوشاینده و باید باش کنار بیایی. اون آدمی که میاد ایتالیا با اون آدمی که از ایتالیا برمیگرده خیلی فرق داره، خیلی فقط هم سن نیست. من تو 2 سالی که تو ایتالیا، یعنی نه فقط یعنی کانسپت مهاجرت اینا، یعنی اینجوری نیستش من چون 2 سال بزرگتر شدی این شکلی شدی، نه واقعا نیست. برای ایتالیا یعنی من دوستایی داشتم که رفتن کانادا بعد 2 سال برگشته یا میبینمش همون آدمه. علت داره دیگه. ایتالیا اومدنشون با برگشتشون چون نوع رفاهی که برات میسازه فرق داره، نگاهت به ایتالیا پل نه مقصد، آروم نمیگیری و
وقتی نگاهت پل باشه و داری تحمل میکنی مثلا وقتی تو کانسپت مقصد رو داری اینجوری خب من اونا رو دادم اینا رو به دست آوردم. وقتی تو حالت بریج زدنی تو حالت گذاری اینجوری که من اونا رو دادم فعلا که هیچی. من به نظرم شماها یه چیزی رو داریم در نظر نمیگیرین، این که هیچ جایی برات نریدن. میونه کلامتون برنج باسماتی گالو از شرکت‌های خوبی که از سال 1856 داره فعالیت خودش رو انجام میده، قد بلند، 2 بند انگشت دم میکشه، واقعا کیفیتش خوبه. مرسی از گالوی عزیز. کلی چند گرفتی علیرضا؟ ما که پول اسپانسر. خب دوستان با همین کانکلوژن آمیتون از اسپانسر یه خداحافظی کنیم. 2 تا مهمون گل داشتیم. آقا خسته نباشید و توضیح بدیم برای جلسات بعد دفعه. کلا کانسپت همینه ولی جلسه‌های بعدی یکم ساینتیفیک تره. یعنی قسمت 0 بود یه حالت خلاصی از این که 2 تا آدمی که قراره 2 تا آدم که نه کروری از آدم‌هایی که قراره کامنت بدن و توی این مبحث و توی این صحبت کردن و اینو دارن حرف میزنن چه سبک آدمایی و چه لایف استایلی گذروندن. نظراتی که ما اصولا حرف میزنیم راجع بهشون سلیقه‌ایه. مسائلی هم که می‌خوایم بررسی کنیم حالت اوپن کوئسچن داره، یعنی جواب قطعی نداره. برای همین این خیلی مهمه که طرف چه بک‌گراندی رو تجربه کرده، فازش چیه که داره همچین حرفی میزنه. یعنی این جلسه بیشتر این بودش که ما کیم، چیکار میکنیم، یه چی دیگه. خیلی آدمای خفنی داره. این که برام جنبندی که تو کلام آقا رضا یه دونه درست گفتش. شو شرمم من کسی نریدم دیگه خلاصه. آره ولی خب ان شاء الله موفق باشید. خسته نباشید.